با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما بینندگان عزیز. با برنامه صندلی داغ قسمت دوم در خدمت شما هستیم. این شما و میهمان این هفته برنامه ما هستیم. سلام علیکم. سلام، خسته نباشید عسکری. خودتون رو معرفی می‌فرمایید؟ به نام خدا. من محمد جواد آجلی هستم، فرزند رضا، متولد روسیه رابه. خسته نباشید. قربان شما. ممنون. آیه حاجلی، الگوی شما در زندگی چه کسی است؟ الگوی من در زندگی مادرم بود. چرا؟ بعد خدا رفتن، ایشون یه زنه بودن که ما رو سالم و صالح عمل داشت. فرد مشهور مورد علاقت کیست؟ من علی الهی. شغل رویایی چیه؟ من شغل رویایی معلمی بود. معلمی دوست داشتی؟ بله دوست. الان به چه کاری مشغول هستی؟ الان به رانندگی و کار کامیون مشغول. رانندگی. تا حالا شده این میدون اول روستا رو خلاف دور بزنی؟ بله، 1000 بار. استعداد نشگفتت چه استعدادی داشتی که بهش نرسیدی؟ من رشته برق و جوشکاری بود. برق. خب برای بینندگان عزیز چه صحبتی دارین؟ قوانین و مقررات رعایت کنن، به مردم احترام بذارن، حق همدیگه رو پایمال نکنن، با هم دیگه خوب و خوش باشن. نظر شما درباره برنامه صندلی داغ چیست؟ بهترین برنامه است. من خودم داوطلب شدم و زنگ زدم، پیگیری کردم تا اومدم خدمت آقای عسکری. دست شما در نکنه. قربان شما. اسپانسر برنامه لوازم تحریر خاطر.